درود فراوان. سلام. ما امروز اومدیم نزدیکی وین به یک مزرعه توت فرنگی خیلی خیلی بزرگ. بریم که ببینیم. یک مزرعه بزرگ چند هکتاری که میتونین تجربه چیدن توت فرنگی رو اینجا داشته باشین. تو مزارع توت فرنگی یا گیلاس یا چیزهای دیگه که میرین خیلی مهمه که هوا خوب باشه. مثل امروز هوا خنکه، 22 درجه است، آفتابی نیست، چون تو این زمینهای بزرگ واقعا سخته تو آفتاب بخواین این کار انجام بدین. در این مزرعه ها شما هر چقدر که بخواین میتونین تو مزرعه توت فرنگی بخورین و شما فقط مبلغ اون چیزی که با خودتون میبرین رو پرداخت خواهید کرد. بی‌نظیره طعمش، عالی. حدوداً دسترنج ما بعد از 1 ساعت، حدود 1 ساعت زمان برد. البته ما تو این 1 ساعت میمرداری کردیم، تعداد زیادی خوردیم و حدوداً 1 ساعت شد. اینجا محل بازی بچه هاست، میتونین بچه هاتون رو اینجا بذارین بازی کنن یا اینکه اینجا با شما مشغول کندن باشه.